بود نبود شاهی بود. این شاه یک و یگانه پسری داشت. شاهزاده به کمال رسید و شاه قرار داد که او را خانه‌دار کند. پسر قرار پدر را شنید و به او گفت: پدر، اجازه بده تا من همسر آینده‌ام را خودم انتخاب بکنم. شاه راضی شد و شاهزاده به جستجو برآمد. شاهزاده خیلی سیاحت کرد. بسیار شهر و دیه ها را طی کرد، اما دختری را که میخواست پیدا نکرد. او از شهر به شهر، از دیه به دیه می رفت و نهایت در یک دیه دور دسته در روی حولی کلبه فقیرانه چشمش به دختری افتاد. رخساره ماهی تابان، گیسوانش مثل پریزاغ سیاه، ابروانش چون دوبال پرستو، قامتش سروی روان و لبانش غنچه خندان. جوان با یک نگاه عاشق زار دخترک شد. میخواهم تو همسری من باشی، گفت جوان از اسب پیاده شده. دخترک به جوان نگریست. جوان زیبای و برنا. تو کیستی؟ پرسید دخترک. من شاهزاده هستم. تو کسبی یا هنری داری؟ پرسید دخترک. میگویم که من شاهزاده هستم، با من کسب و هنر چی لازم؟ خندید شاهزاده. امروز تو شاهزاده هستی، ولی کی میداند فردا به سری تو چی می آید؟ کسب و هنر انسان را در لحظه های دشوار زندگی نجات می دهد. شرط من همین است، کسب هنر بیاموز، بعد راضی می شوم، گفت دخترک. شاهزاده عاشق به اسبش سوار شد و چون باد راه قصر را پیش گرفت. او می‌خواست که هرچه زودتر هنری آموزد و آن نازنین همسرش بشود. شاهزاده شرط دخترک را به پدرش رسانید. شاه پیر خرسند شد. او دانست که دخترک دانا و عاقل است. شاه نمایندگان کسب و کار گوناگون استاها را به دربارش خواند. چند سال لازم است که پسر من هنری دوریدگری آموزد و دوریدگری خوب شود؟ پرسید او از استای دوریدگر. 5 سال شاهم، گفت دوریدگر. در این مدت من را استای چیره دسته می کنم. 5 سال خیلی زیاد. اینقدر سال دخترک منتظر نمی شود، گفت شاهزاده. موزدوز را به قصر خواندند. من را در 2 سال موزدوزی خوب می کنم، استای خوبی می شود، گفت موزدوز. 2 سال خیلی زیاد، آه کشید شاهزاده. همین طریق استاهای زیادی را پرسیدند و همه آنها یک خیل جواب می دادند. در 1 سال، در 2 سال، در 3 سال. و نهایت به نزد شاه استای گلیمباف آمد. من به شاهزاده این کسب را در 1 شبانه روز می آموزانم، گفت گلیمباف. تنها او باید با مهر و محبت بیاموزد. و شاهزاده راضی شد و با آموزش کسب گلیمبافی آغاز کرد. در 1 شبانه روز شاهزاده از پشم رسیدن ریسمان و بافتن قالی را آموخت. جوان از نازکی های این کسب آگاه شد و قالی زیبایی بافت و
به خانه دختر به خواستگاری آمد. توی خوب آراستند و خانه‌دار شدند. چند سال بدین منوال گذشت و شاهی پیر از دنیا گذشت و شاهزاده جوان به تخت شاهی نشست. شاهی جوان کوشش میکرد که عادلانه حکمرانی کند و خلقش شاد و مملکتش آباد باشد. او گاه گاه لباس فقیرانه می پوشید و در کوچه های شهر سیر می کرد تا بداند که خلق عادی چگونه زندگی می کند و درباره او چی ها می گویند. باری شامگاهان او لباس عادی به بر کرد و به سیر پایتخت برآمد. رفت رفت و به جای رسید که از بینای بوی بالذت طعام بیرون می آمد. شاه به بینا در آمد و دید که این آشخانه سری راهی است. پیش خدمت زود خوراک آورد. طعام خیلی خوشبو بود اما مزه عجیبی داشت. ناگاه از کجای دو جوان مرد راهزن صورت پیدا شدند و به شاه در افتاده او را لت و کوب کرده دست و پای خودش را بستند و به خانه تاریک و بدبوی درآورده پرتافتند. شاه به خود آمده دید که در این خانه بجز او باز چند نفر جوانانی دست و پا بسته نشستند. پگاه مرا می کشند، گفت جوانی آه کشیده. شاه به دهشت افتاد. نوبتی رو تو روز یکشنبه، گفتند به او. دست و پای های آنها را کشادند اما در خانه زنجیر بند بود و پاسبان ها مسلح. علاج خلاصی نیست. شاه جوان شب و روز فکر میکرد که چگونه نجات یابد و ناگاه به خاطرش سخنهای زنی عاقله‌اش رسید. هنر انسان را در لحظه های دشواری نجات می دهد. نوبت شاه رسید و او به راهزنها گفت مرا نکشید، من گلیم باف خوبی هستم. گلیمی می بافم که شما آن را به زن شاه و 200 تنگه طلایی فروخته می توانید. تنها با من پشم و سوزن بیارید. شما با گلیم های من پول خوبی کار می کنید. راهزنها به حال او خندیدند ولی راضی شدند. اگر شاه بانو گلیمت را نخرد سرت از تنت جدا می شود، گفتند به او. به او 1 شبانه روز مهلت دادند. راهزنها به جوان 2 خلطه پشم آوردند. شاه جوان زود از پی کار شد و در 1 شبانه روز از پشم ریسمان رسید و قالی خوشگلی بافت. در میان نقش های قالی او در کجا بودن و کی بودن خود را نوشت. روزی دیگر یکی از راهزنها قالی خوشگل را به سر کتف گرفت و به قصر آمد. شاه بانوی عاقله قالی را دید و نقش دستان همسر گم شده‌اش را شناخت. در میان نقش و نگار روی گلیم او پیام شاه را خواند. شاه بانو فرمان داد که به راهزن 200 تنگه طلا بدهند. راهزن شاد طلاها را گرفت و رفت. شاه بانو با سربازان شاه از پی راهزن پاییده به آشخانه سری راهی آمدند. شاه بانو به سربازان گفت من با بهانه خوراکخوری به آشخانه می درایم.
شما اگر صدای شکستن ظرف را شنیدید زود به آشخانه حمله کنید. به شاهبانو خوراک آوردند و او طبق را گرفت و به زمین زد. صدای شکستن طبق را شنیده سربازان مسلح شاه به آشخانه در آمدند و به راهزنها در افتادند و آنها را دستگیر کردند. شاهبانو و سربازان به تهخانه در آمده شاه را سلامت یافتند و آزاد کردند. اگر هنرت نمی بود تو را تخت و تاج شاهی نجات داده نمی توانست، گفت با تبسم شاهبانو. بله همسر عاقله من، گفت شاه جوان. شاه جوان با شاهبانوی عاقله خود مملکت را عاقلانه و عادلانه حکمرانی می کردند و خلق شاد بود و مملکت آباد. شاه کوشش می کرد که فرزندان خلقش هنر و کسب آموزند تا زندگیشان خوش بگذرد.